قرأت درسی. ترجمهش من درس خود را خواندم. پس اعراب و تحلیل این جمله بسیار آسان هست. قرأت، قرأ فعل ماض مبنی على السکون لاتصاله بضمیر الرفع المتحرك. التاء ضمیر متصل مبنی على الضم في محل رفع فاعل. قرأت پس بوده است فعل و فاعل و این جمله فعلی بوده است و قرأ فعل متعدی هست، زیرا اینکه خواندم یعنی که جمله پره نشد. پس کلمه درسی این جمله را پره میکند. درسی یعنی درسی مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف. کلمه درسی مضاف است. الياء ضمیر متصل مبنی على السکون في محل جر مضاف الیه. پس اعرابش رو دیده چقدر آسان هست، چقدر سهل است. همون جمله های اعراب های گذشته هست، فقط از شما دقت طلب میکند و بس. پس کلمه درسی اعرابش تقدیری بوده است. ما گفتیم که در 4 حالت اعراب کلمه تقدیری هست. اولین حالتش حرکت حکایت است. دومین حالتش اسمی که در آخرش الف است، اسم مقصور مانند موسی، عیسی، مستشفی، الفتى مانند اینها اعراباشون تقدیری می باشن. و سوم اسمی که مضاف به یای متکلم هست اعرابش تقدیری هست. پس این 3 طرح همه حالتهای اعرابیش تقدیری می باشد. و 4م نمودی کلمه ای که اعراب تقدیری دارد اسمی منقوص، یعنی اسمی که در آخرش یا دارد مانند القاضی، المحامی. این رم اعرابش تقدیری هست. انشاءالله جای خودش که آمد درباره‌اش با تفصیل صحبت میکنیم. فقط حالا یک یادرس کردم اون چیزهایی را که درس‌های گذشته خوانده بودیم.